کاریزمای درونتان است. حتی اگر فقط یک لحظه طول بکشد، شما خود را کاریزماتیک نمی‌دانید. چون فکر می‌کنید شخصیت‌های کاریزماتیک مشهور در هر لحظه و هر جا می‌توانستند کاریزمای خود را حفظ کنند، اما این گونه نیست. به عنوان مثال، مرلین مونرو را در نظر بگیرید. نام اصلی او نورما جین مورتنسون بود که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی با نام هنری مرلین مونرو به عنوان بازیگر، خواننده و مدل در امریکا فعالیت می‌کرد. یک روز نورما جین بدون آنکه توجه مردم را جلب کند، سوار مترو شد. او به محض اینکه از مترو خارج شد و پا به خیابان‌های نیویورک گذاشت، خود را به مرلین مونرو تبدیل کرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ تنها با تغییر زبان بدن. او حالت مو و بدن خود را تغییر داد و ژست خاصی گرفت که یادآور یکی از نقش‌های معروف او در سینما بود. با این حرکت همه نگاه‌ها بلافاصله به سمت او جلب شد و او توانست به اختیار خود بین دو شخصیت عادی و هنریش جابجا شود. کاریزما در نظر ما همچون یک افسانه است، چون ما فقط به تأثیری که یک فرد کاریزماتیک بر دیگران می‌گذارد توجه می‌کنیم. چیزی که ما نمی‌بینیم انرژی و زمانی است که چنین اشخاصی برای یادگیری رفتار کاریزماتیک صرف کردند. بسیاری از شخصیت‌های کاریزماتیکی که می‌شناسیم، از رهبران مذهبی گرفته تا سیاستمداران و مدیران بزرگ امروزی، تلاش زیادی کردند تا چنین رفتاری را یاد بگیرند و در نهایت توانستند در انجام آن متبحر شوند. یکی از افراد استیو جابز، مدیرعامل شرکت اپل بود. او در سخنرانی‌های آغاز دوران کاریش بسیار ناشیانه عمل می‌کرد. با گذر زمان، استیو جابز به تدریج کاریزمای خود را افزایش داد و سرانجام تبدیل به فردی شد که همگان تحسینش می‌کردند. مردی که با تک تک کلماتش شنوندگان را مجذوب خود می‌کرد. تمرین 1. برای داشتن یک ارتباط گرم و جذاب با کسی، از رو در رو نشستن با او اجتناب کنید. از این پس حواستان باشد برای معاشرت با افراد کنار آنها یا با رعایت یک زاویه 90 درجه بنشینید، چرا که در این موقعیت افراد بیشترین احساس راحتی را دارند.